فرض کن بعد از یه پیاده روی سخت در دل جنگل‌های هیرکانی در دامنه‌های کوه البرز بالاخره میرسی به ارتفاعی که منظره بسیار زیبایی داره. اگرچه تو پاهات درد میکنه، نفست بند اومد، داری میمیری، ولی حسی در تو به وجود اومده تحت عنوان حس رضایت. حس رضایت از زندگی. خیلی از آدما به دنبالشن. آتش سوزی رخ داده متاسفانه و حست پرید. مفهومی داریم به نام پارادوکس تلاش. دیدی چطور یه تلاش سخت با یه نتیجه حس خوب و لذت بخشی همراه بود؟ در سال 2003 روموش‌های آزمایش جالبی انجام دادن. جزئیاتش طولانیه ولی خب خلاصش به این شکل بود که یه سری چرخایی رو برای این موشا قرار دادن که موش بتونه روشون شروع به دویدن کنه، درست مثل تردمیل. اما خب تو این آزمایش هیچ پاداشی بهشون داده نمیشد، یعنی حتی غذا هم بهشون داده نمیشد با راه رفتن روی این چرخا. ولی در کمال تعجب موشا شروع به دویدن کردن و نکته جالب آزمایش دقیقاً همینجا بود. موشه همینجوری برای خودش میرفت روی اون چرخا شروع به دویدن میکرد. چرا؟ در واقع مشاهده کردن موشا موقع انجام این حرکت مراکز پاداش و لذت مغزشون شروع به فعالیت میکنه. و در نهایت رضایت و لذت رو تجربه میکنن. یعنی تو داری میگی موشا همینجوری رفتن روی چرخا برای حال دل خودشون رو خسته کردن، بعد مراکز پاداش مغزشون فعال شد؟ میشه میگه خیلی ساده گفتی، ولی خب بله، حتی وقتی که موشا رو از چرخا جدا کرده بودن اونا میل شدیدتری برای دویدن پیدا کرده بودن. هی میخواستن شروع به دویدن کنن. نکته ماجرا دقیقاً اینجاست که دسترسی رایگان و سریع به چیزایی که لذت‌های فوری و لحظه‌ای میدن، مثل سیگار، مواد مخدر، محتوای پورنوگرافی و ساعت‌ها تماشای ویدیوهای کوتاه در فضای مجازی، جدا از بحث اعتیاد و آسیب‌های فیزیکی، اینو واقعاً خیلی حال میدن. جدی میگم در کوتاه مدت میتونن حالتو بهتر کنن، ولی خب مشکل اینه که در دراز مدت نسبت بهشون بی‌استر میشی. در نهایت به سمت افسردگی و بی‌انگیزه شدن نسبت به زندگی میری و اونجاست که دیگه زندگی حال نمیده خوشگلم. چه تو ایران چه خارج از ایران. 2 تا انتخاب دارینه. میتونی هر دفعه دوزشون رو بیشتر کنی، بیشتر حال بده و در نهایت به سمت نابودی بری، یا اینکه تلاش کنی دنبال راه حلی باشی که چطور جایگزینشون کنی. آره اولی سخته میدونم، وای خیلی حال میده سخت ولشون کنی، مخصوصا مغزت بهترین دلیلا رو میاره که متوقف نکنی این کارو. شاید لازمه که آگاهی بیشتری کسب کنی. دنبال روشایی برای ترکشون باش. درود، من پنی هستم.